میگه که اگه میخوای چاق شی هم اینجوری چاق شو. سلام، رفتم باشگاه اومدم، چقدر حال داد واقعا، ولی بیشتر از 30 دقیقه اصلا نتونستم ورزش کنم. شاید باورتون نشه. فکر میکنی کی اینجاست؟ آفرین نارگیل. میاو. در یعنی باز کنم برات؟ منظورت اینه؟ دیدی اصلا با من کار نداشت. احساس میکنم همین یه دونه باشگاه که رفتم صورتم ورمش خوابید. میگم من عجیبم و همینو میگم. واقعا بدن من عجیبه. نارگیل خیلی عجیبه. یهو پرید رفت این زیر. اصلا خواب بودم. سلام از روز 2. روز 2 که میگم روز 2 ویدیو ها، مگر رژیم من شروع شده بوده. آخرین امتحان رو دادم، باز مریض دارم من. ببین سفید پوشیدم برات، چون دکترها که میدونین سفید میپوشن. الان آقایی که مسئول تمیز کردنه اینجا رد شد. نه بعد گفت موهات اینجوری خوب نشده. حالا من چیکار کنم؟ حالا من الان چیکار کنم؟ گفت موهات خوب نشده، شکستش کی بخورم؟ یه مدل آناناسی بهترین مدل برای مریض دیدن. آهنگو همه جا داریم. آخرین روز. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi. 1911, 2031. ببین میدونی که باورم نمیشه 20 پاهنمو تموم کردم. خیلی خوشحالم. تازه یه نمره اضافه دارم، میتونم قرض بدم بهتون. برم یک سولاریوم ناب پختم. نندازی ها. نارگیل بندازی میندازمت. نکن. وای وای. به خدا میخوای بزنی بشکنی، میدونم. خدا خولی. حالا نرو. آهنگ مورد علاقه جدیدم. اینو پوشیدم که برم باشگاه. میخوام برم فقط 2 چرخه. حوصله کار دیگه ندارم. نمیدونم چقدر دوربینم کثیفه. یکی از تصمیمایی که موقعی که رژیم میگیرم و میخوام وزن کم کنم میگیرم اینه که ببین من اگه جلوم چیزی باشه و اون چیزو دوست داشته باشم میخورم، پس میریزم دور. نون از اینا شکلات داشتم که از ایناست، هم از اینا دارم. اینا هم کارامل. ریز دور دیگه عزیزم. قهوه شکردار. ماکارونی هم که گفتم حالم بد میشه میریزم دور. نگاه رفتم سولار داره قرمز میشه ها. انشالله که گور نگیرم. چیرز. باشگاه خالی، جای تو خالی، خیلی هم عالی.
سلام از روز فردای باشگاه. نمیدونم واقعا من چمه باد میکنم. ویتامین جوشان مولتی ویتامین شاید خوب شد. نمیدونم شاید مال کمبود مواد مغذیه. لیمون آب بگیر. دیدی مثلا ورم داری از تو احساس میکنی ورم داری، من اونجوریم. مثلا احساس میکنم شلوارم 2 سایز برام تنگ شده اونجوری. تو که لیمو دوست نداری؟ خواستم واکنشت به لیمو رو داشته باشم. حالا من چیز بهت بگم. دیدی مثلا میگن که آب لیمو رو با عسل نمیخورم چون که عسل شکر داره. میدونی این کلا آب قنده. الان آب لیمو آب قنده، یعنی مهم نیست که ذاتش طور. شاید باور نشه میخوام تو این یه دونه دیگه مولتی ویتامین بریزم. خب من در جهت کاهش وزن اومدم پیاده روی کنم. صبح بخیر. یه دونه ماسک زیر چشم گذاشتم. امروز فرش هستیم خدا رو شکر. پف صورتم و اینا همه خوابید. واقعا سبک شدم. مثلا آدم میره پیاده روی میکنه رژیم میگیره، بعد یه روز کاملا تاثیرش رو میبینه. اگه حس میکنی یه پفی چیزی داری حتما این کار رو بکن که مثل من فرش بشی. پشه رو گرفتی خوردی؟ من چجوری پوست کنم؟ دهنت مزه پشه میده. هندونه گرفتم، بعد یارو اومده تحویل داده میگه همین الان ببر ببین هندونه خوبه یا نه. بعد منم بریدم، هندونه هم عالی. فقط الان نمیدونم هندونه های بریده رو چقدر میشه نگه داشت. میخوایم با هم شات اسموتی سبز درست کنیم. توی ویدیو یه دختره دیدم که میگفت برای تابستون خیلی خوبه، پس منم تصمیم گرفتم که کیوی و خیار سفارش بدم که اینو ما درست بکنیم. نرماش رو استفاده کنیم. 2 تا کیوی، 2 تا خیار. من مقدارش رو از خودم دارم برمیارم. لیمو
من میدونی که عاشق ماچام. از این ماچه های اینجوری آماده دارم. حالا 2 تا نکته بهت بگم اگه میخوای شیرین بشه. شات کفیر در واقع با طعم سیب سبز یه دونه از این گرفتم و آناناس. اگه میخوای شیرین بشه این دوتا رو بهش اضافه بکن، من نمیکنم. Hello my love. از اونجایی که دوباره من رژیمم، کاهوی آماده. واقعا این کار منو راحت کرده. مرغ دیروز کلی پختم به این حالت. پنیر پارمزان اینجوری پودری. بروسکتا. اینقدر دوستان ناکنم همه چی این سالاد آماده بود واقعا. فکر کنم که من سس نزنم، سس تند. یه ذره میزنم سیراچا. مزه بهشت میدم ولی خیلی تنده. سلام. کی آماده است که بره پیاده روی؟ من از این ور ببین شلوارکه خیلی دوست دارم اینجاش اینجوریه، خیلی خوشگله. حاجی رنگو ببین یا خدا. صورت خوشگلی داری تو با این فیست میری بیرون عجب دلی داری من نمیخوابی تا سری داری تو سخنگو واسه هر سمیناری یه لحظه میری یا دیگه نمیای این تیر بکنو کشته بیام تنو گذاشتی یه موقع نگی دل ما میره یه راه پیاده روی من خوب هست. بالاخره زدم بیرون از خونه. شلوغم هست. من دیروز اومدم اینجا پیاده روی، این اینجا بود، هنوز اینجا. چه حالی میکنن اینا. میدونی چی شد؟ یه اتفاق خیلی ناگوار افتاد. من اومدم نشستم استارباکس، قهوه هم گرفتم ولی دیدم روبروم یه کافایی که ماچا داره. دیگه حجم علاقه من به ماچا هم که میدونیم دیگه واقعا ناامید شدم. یعنی اگه یه ثانیه زودتر می‌دیدم الان اونجا نشستم. تو عاشقم نباش بیام ببیننت شی آخه بیا واقعا دوستی باشه بیا فیکسش کنی نگو دوری راشه تو هم خونی حالت بشی مثل اون موقع که توی دش توی دوست توی همه چیه من نگو پریشتی نه مثل اولاش تو عاشقم نباش. سلام. بخوریمت؟ یام یام. Ne bir ev vardı, ne bir araba vardı, ne de birikmiş bir param vardı. Çünkü ben bunu harcamayı tercih ettim. Sırlar mı gömüyorum yanım olur. Nerede o? Kimsizi de oldu. Hani hatta şöyle diyeyim, Kürdü de Türkü de oldu. Neydi nazik? Kaynanam. Ve şimdi. خدا رو شکر ولیعصر اوکیه. ولیعصر اوکیه به نظر من. بیاین. خیلی هم خلوته اتفاقا. سلام سلام همگی سلام. نارگیل سلام. 7-8 تا پشه همزمان اومده تو خونه من. واقعا چطوره این قضیه؟ 7-8 تا پشه همزمان. امروز میخوایم با هم کیک رژیمی درست کنیم بچه های گل. نمیدونم چقدر تمیز دوربین چقدر کثیفه دیگه. به
تمیزی خودتون ببخشید. کیکا آماده شد، نگاه چه جذابه. به آخرین روز دانشگاه مریض رو ببینیم با بچه ها. میخوایم بریم که تابستون رو شروع بکنیم. ابروهای منو مسئول دانشگاه من دیده، میگه که ابروهاتو با نخ کشیدی، ولی متاسفانه من فقط ابروهامو پت و پن کردم. راست باش. من خودم هم میام بعضی استاد داری. امروز هم تموم شد. شاش باشه داداشی میره بالا. شاش کی؟ هر کی که از دیابت داره اورش هم بالاست. میتونی تا خدا هست مشکلی نیست، چشم هم بزنید زندی نیست. شورت سلام، من آماده شدم برم ماساژ به خاطر اینکه اونجا تخفیفات شروع شده، میتونیم پیدا کنیم. سلام، اینقدر خرید کردم. البته نه واقعا هم خرید نکردم، ولی اینقدر همه چی گرون شده که دیگه خرید میکنی انگار که خریده یک سال تو کردی، ولی در واقع هیچی نخریدی. همه جا خیلی تخفیف خورده و واقعا اگه خرید دارین الان باید خرید کنیم. یک قهوه زدم ولی هنوز ناهار نخوردیم، باید ناهار بکنیم چون به شدت گشنمه. خیلی گشنمه. اینو دیدم نمیدونم بگیرم یا نگیرم. به نظرتون چیزی که همه رو لبمه اینه. اینو تازه گرفتم مال کیکو، خیلی خوشرنگه. غذا گرفتیم پاپایز ناسالم بعد 100 سال. شاید یک اتفاقی که واقعا شاید توی معدود سوپر استپا، ببخشید اسمشو یادم، توی معدود سوپر استپا پیش میاد همچین چیزی. دیجی داره لایو پلی میکنه. خوشگله. چون حالش بعد ما آوردیمش بترینه. بله چقدر عصبانیه. چاقی چون آب نمیخوره، خیلی چون غذا نمیخوره، مشکل کلیه پیدا کردم. میخوام بهش سرم بزنیم. Damla'nın kurucu severdi. İkinci karnını yapmışız. Ama videoya almasan iyi olur. Umudumdun, dileğimdin, sen benim göz bebeğimdin. Tüm beni alev alev yaktın beni, bir ateşe attın beni, alev alev. تو چی شدی مامان؟ ها؟ چی شده بودی؟ 2 روز چی شده بودی؟ بله بیا. چرا؟ اون موبایله، اون تو خودتون تو.
دوباره تابستون شد، سفارش های ماچای دورساجان شروع شد. 2 عدد ماچا سفارش دادیم بچه ها. این باتمه نمیدونم چیه ولی صورتی هرچی هست. با اسانس وانیل، ولی در هر صورت ماچا، یعنی طعم شیرین و اینو نداره. اینم با اسانس وانیل، اینم همینطور اصلا شیرین نیستش. الان فعلا من با آب آتیش کردم، 1 ذره شیر ریختم و این خب حالا میخوام بهش این ماچا صورتیه رو که همونه اضافه کنم با شیر و میخوام حالت فوم مثلا شیر درم. حالا در ادامه بهتون نشون میدم. اینو حتما درست کنید، خیلی خوشمزه است. اگر مثلا فرنچ پرس ندارید، من الان فرنچ پرسم توی ماشین ظرفشویی واسه همین نمیتونم. توی یه دونه شیکر مثلا میریزی، شیرت هم میریزی، انقدر اینجوری هم میزنی به حالت فومی در میاد. حالا همراه باش. خب اینو بهش اضافه کردم، نگاه چقدر خوش رنگ شد. به اینجوری واو.